چرا یک عالم اسلامی دستش دراز باشه برای یک رشوت خوری که رشوت میخوره با 100 روپیه برای خیرات میده و اسقاط میده و در مجلس از اون میشینه؟ چرا پیسش اوسو نمیپرتن؟ چرا از گشنگی نمریم؟ والله شرف است برای یک عالم اسلامی که از گشنگی بمره لکن در دوره اسقاط نشینه، از گشنگی بمره در خیرات نشینه، با عزت زندگی بکنه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چرا دو تا سنگ در شکم خود بسته کرد؟ به خاطر که بر ما وفا مانه که یعنی تو دو سنگ از گشنگی در شکمتان بسته کردن، لکن آبروی عزتتان، آبروی اسلام، آبروی علمای اسلام پیشکش نشین. چرا گپ علما را امروز در افغانستان نمیشنوند؟ به خاطر از اینکه همیشه خان، نسواری، لچک، چلمی او سر عالم حاکمیت کرده. عالم نبوده که کت بکس در دانش بزنه بگه بد کردی تو خان، غلط میگی تو خان، رواج تو غلط است، این رقص که در عروسی است این غلط است، این سازندگی در عروسی تو که است این غلط است، این دختر که در چاره ایستاده میکنی این حرام است، این ناروا است، این حماقت است، دعوت به زنا است. برش گفته نمیتونه، خدا چوب گرفته به خاطر چی که خان صاحب 100-200 روپیه بر من میده. از این خاطر عقیده اهل سنت در مقابل عقیده اهل بدعت است. همین کلمه که تو میگی که راهی را ما پیش میبریم که راه پدرکلانای ماست، عین کلمه کی است؟ ابو جهل و ابو لهب است. این کلمه را از دان تو سو بگو راهی را ما پیش میبرم که راه رسول الله صلی الله علیه و سلم، راه رسول الله صلی الله علیه و سلم. راه اشخاص مهم نیست.